سلام برای بچه گل یوتیوب، حالتون چطوره؟ همه ترو هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم یک گیم پلی داشته باشیم از یک بازی لژند و قدیمی به اسم اکستریم کار. همونطور که میبینید اینجا سه بخش داره. یه بخش خرید برای خرید استیکه و ایناه، یه بخش هم گاراژی که ماشین انتخاب میکنیم و یه بخشی که میتونی بری رانندگی کنیم. ما اول از گاراژ شروع میکنیم، ببینیم چی اضافه شده بازی. اینجا میبینیم چند تا ماشین و جی کلاس و یه سری ماشین‌های دیگه هم اضافه شده و بقیه هم نیاز به دانلود داره. تا حالا من نمیشه تک تکشو دانلود کنم نشون بدم، ولی خب چیز خاصی نیست دیگه، ماشین‌های جدیدن دیگه. حالا ما با مودش رو ریختیم، بریم یک ماشین انتخاب کنیم و باش بریم تو بازی. برای گرفتن ماشین میگه باید لول 3 باشه. ما مودش رو ریختیم ولی خب میگه باید لول 3 باشه. بریم یکم گیم پلی انجام بدیم. مولتی پلییر بخش آنلاین داره و سینگل که الان ما بریم همین بخش سینگلش. این همون آهنگش هنوز تغییر نکرده. دقیقا همون مپ بازیش یادمه. اینجا رو فکر کنم یکم مستقیم بریم سمت راست میرسه فرودگاه، درسته؟ خب بچه‌ها اینجا وارد فرودگاه شدیم، بریم داخلش ببینیم تغییر چیا کرده. به نظر من تغییر نکرده تا الان، همه چیش مثل قبلا. فقط ماشینش عوض شده. قبلا این لامبورگینی بود خیلی بهتر. وسایلش دقیقاً هم وسایل قبلی‌های تغییر نکرده. یادم اینجا یه گودال هم بود، بالا وسطش یه برج بود. حقیقتا یادم رفته، اصلا نمیدونم کجاست. اول اینجا هم بریم. اینجا هم یه پارکینگ بود یادم. از اون بالا یه جای پریش داره میپرید. اینجا طبقه اولشه. اینجا میرسیم به طبقه دوم. شما نکنم 3 تا طبقه داشت. نه 2 تا طبقه داشت. طبقه سوم میشه پشتون. خب بچه یادم از همینجا بعد میپریدیم. از همینجا بریم پایین، بقیه جا هم بریم. خب بچه ها اینجا الان رسیدیم تا همون گودالی که من میگفتم. همینجا استیقم. اصلا بازیش روحتو جلا میده. هیچی دیگه، همین بود دیگه. یادم یک جای جنگل هم داشت. اونجا بود میرفتیم دنبال یه سری کارت‌های ماشین. بعضی ماشینا نمیشد با پول بخری، باید با کارت می‌خریدیم. مثلا جی کلاس زرد داشت که باید با کارت می‌گرفتی. تو همین کوههای بلند مثلا معمولا چالش میداد. بچه‌ها بعد از کلی گشتن و دن سرویسی بالاخره اینجا رو پیدا کردم. یه جای کوهستانیه. تو همین کوههای بلند مثلا معمولا چالش میداد. از همین کوه‌ها می‌رفتی بالا، کارت‌ها رو می‌گرفتی. یه سری ماشین بودن که نمی‌شدن با پول بگیری، باید حتما کارتشون رو پیدا می‌کردی. اینکه دیگه تغییری توی بازی نیست دیگه، همون چیزای قبلی. بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً منو حمایت کنید و سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی بدرود.